دریای اشتیاقم، غیغم شریک دردم، با دیگران انیسم، با تو شریک و همدم. گر و با دیگرانم جانم با توست هر دم. من و مای بس گمانی بشنو صدای قلبم. من عشق و دوستیم ازمن چرا میرنجی. اگه در روزای اول میفهمیدم که تو مرا به مر میزدی، خود شاید به طرفت هیچ نگاه نمیکردم. ولی حالی دیوانت شده. شایستگی های یک مرد که میخواستم تو داری نصیر جان. نصیر جان نه، نصیر من. خودم برات اظهار محبت میکنم. دوستت دارم نصیر من. بشینه. نصیر جان، من بالای تصمیم خود بسیار فکر کردم ولی به کدام نتیجه نرسیدم. تو خودت میخوای که پدرت گرفتار کنی. باز میگی بعد از گرفتاری از او ثبوت جمع آوری میکنی. ما هیچ دلیل برای گرفتاری از او نداریم. صاحب، درست است که ما ثبوت نداریم، ولی من شهادت میدم که او مجرم است، قاچاقبر است. آیا همی کافی نیست؟ خانمش در محکمه شهادت میده که شوهرش مجرم است، خائن است. آیا همی کافی نیست؟ هر چی باشه او پدرم است. من من حیث اولاد کلانش این فرضم است که من باید تو را نگاه کنم و یگانه جای صاحب که من او را نگاه کده میتونم او زندان است. من نمیخوایم صاحب که او به جنایات خود ادامه بده و یک روز به اعدام محکوم شود. آفرین به اون مادر که تو را شیر داده. ای کاش یک ده نصیر می داشتیم. امروز ما در جهان بدنام نمی بودیم. امروز کسی نمی گفت که افغان یک قاچاقبر، افغان یک تروریست،
و امثال اینها. امروز من یک معین به شهامت و وطن دوستی تو سلام میزنم. خواهش میکنم صاحب، شما مرا خجالت ندین. بسیار نصیر جان، ولی فکرت باشه از جای گرفتارش کنی که اعضای فامیلتان نباشه. و یک چیز دیگه که افضل خان بسیار واسطه‌دار است، وکیلای بسیار را میشناسه و مقامات دولتی را میشناسه. تا زمان ختم تحقیقاتش به هیچ کس اجازه ندی که تا او را ببینه. صاحب، مگه من عضو خانوادهش نیستم؟ ایره خانه مدیر جمال برسان. آمنه دیگه مواد انتقال نمیده. چرا انتقال نمیده؟ این وظیفه‌ش است. با دختری قسمت خود تمام بخیر. بکس را جایش ببر. گفتم دیگه انتقال نمیده. نفهمیدین یا بفهمانمتان؟ باز از وقتی که دختر در دلم آمده کار بار ما مثل سابق پیش نمیره. اگه نه باز من باست هستم. فهمیدی؟ که گفتم انتقال نمیده و باید از امر من اطاعت کنی. فهمیدی؟ پس که قاقلو دیگه بس است. که ده پلیس ما درگیر میشم. جنایی در پشت ما است. از ترس مردم بیرون گشتن نمیتونم. خدا باس میگیری؟ باس ما یکی سوام پدر تو. فهمیدی یا نه؟ یا بفهمانمه؟ و امان گپی دختر، این دختر پیش ما گرو است. خودش گرو کده خود پیش ما. این باید ای کار کنه. کریم عادت بشناس. یگانه باز. اگه نه باز چی؟ چی میکنی؟ چرا طرفداری دختره میکنی؟ زنت میشه؟ نفریت میشه؟ نامزادت میشه؟ یا کدام سرلاین دیگه داری؟ با اون که کار خدا کنه. ها زن ما میشه، نامزاد ما میشه، نفری ما میشه. حالا ما برات بسبات میرسانم که آمنه چی ما میشه. بعد از این آمنه نامزادم است. آمنه دیگه مواد انتقال نمیده، بلکه برای شما مختار میتم که از این کارا دست بگیرین. هیچ کس دیگه مواد انتقال نمیده. اگه خوش هستین باشین، اگه نیستین برین، رخصت هستین.
هیچ کس کار نداره. کی است؟ خانه کاک افضل همینجاست؟ بله همینجاست. دختر که الله نامر صاحب است؟ او چی کار داری؟ هیچ همین تو کمی کارش دارم. خب دروازه رو بردواز میکنم. باز بی خودت که هست یا نیست؟ آمنه جان، من خواهر کلان تو هستم. من باید بفهمم که تو کجا میری، چی کار میکنی و چرا دیر کردی. مرا به تشویش ساختی. من از این خاطر برای زنگ زدم که زود خانه بیایی، چرا که خدا نخواسته سرت کدام گپ نشه. سلام. سلام. تو خواهر کلان همون هستی؟ بله. چرا؟ تو کی هستی؟ چرا پرسان کردی؟ نام ما جان آغاست، اما مرا جانک میگه. کار ما همکاری با پلیس است. تمام روز مجرمین قاچاقبرا را ما تعقیب میکنم که کجا میره، چی میکنه. خب تو چرا این گپا رو برای من میگی؟ میخوام یک گپ برات بگویم، متوجه خواهرت باشی یعنی آمنه. چرا؟ او رو چی کردم؟ او با قاچاقبرا کار میکنه و این کار بسیار خطرناک است. اگه این کار ادامه بده یک روز خواهد جسدش. راست میگی؟ تو از کجا میفهمی که او همراه قاچاقبرا کار میکنه؟ ما با چشمای خود دیدم که مواد مخدر از یک جای به دیگه جای انتقال میده. خدا، این آمنه که معتاد مواد مخدر شدن به خاطر که همراه قاچاقبرای مواد مخدر کار میکنن. بان که یک برو خانه بیاین، هیچ وقت دیگه نمیمانم که از خانه برایم. نمیفهمم که با تو چی خطاب کنم.
یک انسان فریبکار یا یک افسر وفادار. گاهی فکر میکنم که خوب شد امروی تو روبرو شدم. مگم گاهی هم میگم که چرا از تو نفرت دارم. روزهاست که میخوایی چیزی را برای ما بگویی که من تو را امروی مرمی زدیم. اما روزهاست که من میخوایم برات بگویم که فرقی نمیکنم. سال است که در تلاش ما بودی تا مرا پیدا کنی، در حالی که همیشه من در خیال تو بودم. من امروز میخوایم یک گپی را برات بگویم. من میفهم که تو چی میخوایی بگویی. تو هم مرا غلط درک کردی. تو فکر میکنی که من همراه آرزو؟ نصیر، من میخوایم بگویم که هر گپی که در دل تو هست من خبر دارم و میخوایم بفهمی که همون چیزی که در دل تو هست در دل مام است. ایره خانه مدیر جمال برسان. آمنه دیگه مواد انتقال نمیتن. چرا انتقال نمیتن؟ وظیفه‌ش است. با دختری قصای مفت تمام بخیر. بکس در جایش ببر. گفتم دیگه انتقال نمیتن. نفهمیدین یا بفهمانمتان؟ باز از وقتی که دختر در دلم آمده کار بار ما مثل سابق پیش نمیره. اگه نه باز من باست هستم. فهمیدی؟ که گفتم انتقال نمیتن و باید از امر من اطاعت کنی. فهمیدی؟ پس که قاقلو دادگه بس است. کده پلیس ما درگیر میشم. جنایی در پشت ما است. از ترس مردم بیرون گشتن نمیتونم. خدا باس میگیری؟ باس ما یکی سوام پدر تو. فهمیدی یا نه؟ یا بفهمانمه؟ و امان گپی دختر. این دختر پیش ما گرو است. خودش گرو کده خود پیش ما. این باید ای کار کنه.
کریم عادت بشناس. یگانه باز. اگه باز چی؟ چی میکنی؟ چرا طرفداری دختره میکنی؟ زنت میشه؟ نفریت میشه؟ نامزادت میشه؟ یا کدام سرلاین دیگه داری؟ با اون که کار خدا کنه. زن ما میشه، نامزاد ما میشه، نفری ما میشه. حالا ما برات بسبات میرسانم که آمنه چی ما میشه. بعد از این آمنه نامزادم است. آمنه دیگه مواد انتقال نمیده، بلکه برای شما مختار میتم که از این کارا دست بگیرین. هیچ کس دیگه مواد انتقال نمیده. اگه خوش هستین باشین، اگه نیستین برین، رخصت هستین. هیچ کس کار نداره. چی میکنه؟ کجا میری؟ جو بده. امی افضل خان است. دستگیرش کنی. دیوانه شدی؟ ای تو چی میکنی؟ نمیفهمی که پدرت است؟ راست میگه نصیر. بیادم چی گناه کنه که تو رو گرفتار میکنی؟ نصیر بگو چرا این رو گرفتار کردی؟ نصیر بس از دیگه جواب بده. چی گپ است؟ اگه این نمیگه شما بگوی چرا گرفتارت میکنن؟ چرا جواب نمیدی؟ از ما چی پرسان میکنین؟ از خودش پرسان کنین که چی گناه کرده. از خودش پرسان کنین که چند تا قتل کرده. از خودش پرسان کنین که چرا قاچاق مواد مخدره میکنه. تو چی میگی؟ از خودش پرسان کنین که چرا مریم بیچاره را به قتل رساند. از خودش پرسان کنین که چرا دوست نزدیک خودم. چی گفتی؟ دوست نزدیکش مقصد از پدرم خو نیست؟ چی؟ همه پدر مرا؟ پدرم با تو چی بدی رسانده بود که تو پدرم ازمن بردی ها؟ تو پدرم ازمن بردی؟ ای تو چی باقا؟
بساط هستی. من ساز زندگیم ازمن چرا میرنجی، پیغام آشتیم ازمن چرا